وقتی که انسان آب رو به بدنش میریزد آیا همین جای آب رسیده رو باید بمالد و آب رو بمالد، یا که اگر آب رو به بدنش ریزد و به دستش نمالد هم این غسل حساب می شود یا نمی شود؟ در این مسئله علما اختلاف کردند که در غسل آیا مالیدن دست یا که دست رو به بدن رسانیدن و آب رو به بدن مالیدن این شرط صحت غسل است یا که شرط نیست؟ بارک الله فیکم. البته در اینجا اختلافی لغوی هست، میگن که آیا غسل فقط با آب ریختن به بدن این غسل حساب می شود یا که بعد از آب ریختن آب رو باید در بدن مالیم به دست؟ البته جمهور علما اینند که انسان وقتی که غسل میکند آب رو به بدنش وقتی که میریزد همین کافی هست و به دست مالیدن بدن این مستحب است و به دست مالیدن بدن در حالت غسل، یعنی آب رو به بدن به همه جای بدن مالیدن، این واجب نیست بلکه این مستحب است. اما مذهب مالکی و مزنی از مذهب شافعی، امام مزنی میگویند که در غسل دلک یعنی مالیدن تمام جسم به دست و رسانیدن آب به زیرهایش گویا که به تمام پوست این واجب است. که اما والله اعلم قول راجح از این دو مذهب مذهب جمهور علما است به سبب دلیل بودنی یا که قوی بودنی دلیلشون. خیلی که ظاهرتر در کتب حدیث خیلی که امام بخاری تخریج میکنند آمده است که اذهب، رسول اکرم صلی الله علیه و آله اذهب فافرغه علیک، برو و به بالات آبریز. خیلی که از امی سلمه و از حدیث عمران بن حسین روایت شده است. پس از این سخنمون برمی آید که اگر یک کسی بعد از جنابت شدن، بعد از غسل، یعنی بعد از اینکه جنابت رسید خواهد که غسل بکند، به زیر دوش درآید، دوش رو کشاید و در زیرش ایستد و به تمام بدنش اگر در حقیقت آب رسد این غسلش صحیح میشد. یا که کسی به حوض یا که به دریا یا که به یک کول به درون آب داخل شد کاملا و بیرون شد، البته غسل حساب میشود. بارک الله فیکم. اما به دست به تمام بدن مالیدن این مستحب است. مسئله اول این است. مسئله دوم غسل زن از جنابت. زن وقتی که جنابت می شود در حالتی به شوهرش همبستری شدن یا که در حالت خواب دیدن، عموما وقتی که زن جنابت شد چگونه غسل میکند؟ باید دانید که صفت غسل زن از جنابت به مانند غسل مرد است، تماما 100%. یعنی غسل زن در مسئله جنابت از غسل مرد فرق ندارد. اما در مسئله موی زن، عادتا موی زن چگونه است؟ دراز است. اگر زن مویش رو بسته باشد، گیسو کرده باشد یا که بافته باشد، مویهایش رو خرد بافته باشد چندین تا یا که گیسو کرده باشد، آیا در حالت غسل جنابت کردن همین گیسویش رو کشاده همه مویش رو میشوید یا که به بالای گیسو آب اگر رساند موی رو نکشاده گیسو رو بالاش رو ترک کند و به زیر مویهایش آب رساند کافی است. البته خیلی که حدیث صحیح دلالت میکند زنی که جنابت دیده است به شوهرش خوب خیز کرده است یا که آب منی در حالت خوب کردن از سبب احتلام برآمده است، فقط آب رو به زیر مویش داخل میکند، یعنی انگشتاش دستش رو ترک میکند، انگشتاش رو به زیر موش میدارد و میمالد همه جای مویش رو، اما گیسوش رو باز نمیکند و به بالای گیسوش فقط آب رو به دستش میمالد. خیلی که از حدیث میمونه رضی الله عنها ثابت شده است که میگه یا رسول الله، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینی امرأة اشد ظفر رأسی، من یک زنی هستم که موی سرم رو میبندم یعنی گیسو میکنم، فانقضه لغسل الجنابه، آیا برای غسل جنابت من این گیسویم رو کشایم یا نکشایم؟ رسول الله اکرم صلی الله علیه و میگن قال لا، یعنی نکشو، گیسویت رو نکشو، انما یکفیک ان تحثی علی رأسک 3 حثیات، با تو کافی است که با بالای سرت 3 بار آب بریزی، یعنی بیمالی آب رو بیمالی، ثم تفیضین علیک الماء فتطهرین، یعنی آب رو با بالای سر کاملا میگیرید و با زیر سر
آب رو میمالد، یعنی تخلیل میکند و بعد انگشتاش میدارد و بعد از این به تمام جسمش آب رو میریزد. همین کافی است. بارک الله فیکم. البته این حدیث صحیح است. بارک الله فیکم. چه خیلی که در مقدم شما ذکر کرده شد. و این چین از حدیث مادرمون عایشه رضی الله عنها که آمده است، میگن که کنا نغتسل و علینا الضماد، ما غسل میکردیم در حالتی که در ما ضماد بود. ضماد چی است؟ خیلی که علمای لغت میگن ما یلتخ به الشعر بما یلبده و یسکنه كالضمغ فیکون كالطفیره. یعنی ما غسل میکردیم در حالتایی که موی ما گیسو کرده بود یا که بافته شده بود، به مانند همین. و نحن مع رسول الله صلی الله علیه و سلم محلات و محرمات، ما با همراهی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم در حالت حل و هم در حالت حرام، یعنی هم در حالت حج رفتن یا که هم در حالتایی که حلال بودن غیر حج. بارک الله فیکم. و روایت اومده است خیلی که امام مسلم روایت میکنند و امام نسائی و ابن ماجه در سنن روایت میکنند که میگویند وقد انکرت عائشه على عبد الله بن عمرو امره للنساء بنقض رؤوسهن عند الغسل. عائشه رضی الله عنها با عبدالله بن عمرو بن العاص رد میکنند در مسئله این که عبدالله بن عمرو بن العاص زنها را امر میکنند که در حالت غسل کردن مویهای خود را چی کنید؟ کشوید. گیسوهای خود را گویا کشوید و تماما بشوید. این عمل را عایشه رضی الله عنها یعنی چی میکنند؟ رد میکنند. این دلالت میکند که در حالت غسل جنابت زن غسلش عیناً غسل مرد است و موی خود را البته باز نمی کند، بلکه به بالای موی خود آب را می رساند و به زیرش انگشتش را داخل می کند و غسلش کامل است. بارک الله فیکم. اما بار دیگر میگیم که این کدام نمود غسل است؟ این غسل جنابت است. زن وقتی که با شوهر همبستری می کند یا که احتلام می شود. اما غسل حیض، غسل کردن زن از حیض و از نفاس فرق دارد. بارک الله فیکم. پس غسل کردن زن از حیض یا که از نفاس به مانند غسل جنابت است و بر بالای این بعضی از زیادتی عملها دارد. غسل حیض عادتا زنها هر ماه کسل می شوند و از رحم اونها خون می برد، خون غلیظ سیاه غفصی بوی بددار. و این عیب زنها نیست بلکه الله همچنین خلق کرده است، خیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند به عایشه رضی الله عنها. و این چنین غسل زن از نفاس خونی که بعد از تولد شدن فرزند از زن بیرون می شود، از رحم زن، و بسیارترین وقتش 40 روز است و کمترینش معلوم نیست. غسل زن از حیض یعنی وقتی که حیض می شود، بعد از خوش شدن حیض غسل کردن برای زن واجب است و بعد از نفاس هم غسل کردن واجب است وقتی که نفاس خوش می شود. اما چگونه غسل می کند؟ غسل کردن زن از حیض و نفاس مثل غسل کردنش از جنابت است. یعنی خیلی که در بالا ذکر کردیم مثل غسل مرد است. اول بند دست رو میشوید، بعد از این وضو میگیرد یا که بعد از این فرج خود رو میشوید و بعد از این باز بند دست رو باز کف دست رو میشوید و بعد از این وضو میگیرد و بعد از این اگر آب جمع نمیشده باشد پوش رو میشوید، اگر آب جمع میشده باشد پوش رو در آخر میشوید و از طرفی 3 بار به بالای سرش آب میگیرد و از طرفی راست شستن رو شروع میکند. و اما در مسئله غسل حیض و نفاس برای زن یک دو سه عملی زیادتی وجود دارد. یکمینش استعمال کردن صابون یا که به مانند صابون دیگر چیزهایی که از منظفات است، تازه کننده ها است، با همراهی آب. از حدیث عایشه رضی الله عنها آمده است که ان اسماء سألت النبی صلی الله علیه و سلم عن غسل المحیض. از مادرمون عایشه رضی الله عنها روایت است که اسماء رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را از غسل حیض سوال میکنند. رسول الله میگن که تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصا ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله
تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، تتبعين بها أثر الدم. حديث البته حدیثی صحیح است. امام بخاری و مسلم روایت میکنند. اسماء رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو از غسل حیض میپرسند که زنی که حیض دید و از حیض پاک شد چگونه غسل میکرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه یکی از شما آبش رو میگیرد و سیدر رو میگیرد و با همین غسل میکند. یعنی سیدر این یک برگ درختی که عادتا در همون وقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای بوی خوش بودن استفاده میکردند و این بعضی از حدیث ها اومده است که برای از سحر دور کردن انسان هم این فایده دارد. و این چنین میگن که بعد از این با آب خودش رو خوب تازه میکند، بعد از این آب رو به بالای سرش میریزد و سرش رو سخت چی میکند؟ دلق میکند. سرش رو سخت میمالد. یعنی آب به سرش وقتی که ریخت سرش رو سخت میمالد تا که به تمامی ریشه های مویش و به تمامی مویش آب رسد. ببینید غسل حیض از غسل جنابت فرقش انمین است که باید آب رو رساند. حالا انشاءالله این رو هم بیان میکنیم. ثم تصب علیه الماء و بعد از این آب رو به سرش میریزد. یعنی اول دستش رو تر میکند، تمام مویش رو میمالد، آب رو به ریشه هاش میرساند، بعد از این آب رو به بالای سرش میریزد. بعد از این یک پاک کننده، یک چیزی پاک کننده رو میگیرد و همون جای خون برآمده رو یعنی فرج رو پاک میکند. و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو اسماء میپرسند که چگونه پاک میکند جایی که خون میبرد. رسول الله میگن سبحان الله پاک میکند انسان. عایشه رضی الله عنها میگن که یعنی همون انسان یعنی زنی که از حیض غسل میگیرد همون فرجش که از همون جو خون میبرد تو توانستش درونش رو تازه میکند. بارک الله فیکم. اثر خون رو از درونش نیست میکند. این یکمین عمل که در حالت جنابت این عمل رو کردن شرط نبود، اما در حالت غسل جنابت شرط نبود، اما در حالت غسل حیض این عمل رو انجام دادن، یعنی خون رو از فرج تو توانستن پاک کردن. البته این یک نمودی غسل خاص حیض است. دومین عمل ان تحل ضفائرها حتى يصل الماء الى اصول الشعر. یعنی چه خیلی که از حدیث اومده است آب رو به تمامی سرش میرساند. ببینید ما گفتیم زن در حالتی که غسل از جنابت میکند آب رو به همه مویش رسانیدن شرط نیست، بلکه به بالای مویش 2-3 مراتب آب رو مالد و به دستش کمی تا توانستش آب رو رساند کامل است. یعنی همه مویش رو 100% شستنش ضرور نیست. اما در حیض، در غسلی که از حیض کرده میشد آب رو باید به زیر هر یک مویش برساند. از قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث سابقی که گذشت این است که ثم تصب على راسها فتدلك دلكا شدید. و این دلیل است که زنی که از غسل رو از حیض میگیرد یا غسل رو از نفاس میگیرد باید مویش رو کشاید، این گیسوی خود یا که موی بافته خود رو تماما کشاید و به تمام مویش آب رو کاملا رساند و به زیرش و به بالش به همش و به نهایت خوب مالد تا که سرش تر شود و به همه جا آب رسد. اما اگر زن از جنابت غسل میکرده باشد، نه از حیض نه از نفاس، از جنابت باشد، از همبستری یا که خوب دیده اش، در این حالت گیسو رو کشودن شرط نیست، بلکه دستش رو تر میکند و به بالای مویش 3 مرتبه میمالد. کاملا عیناً همین است. بارک الله فیکم. البته علما در مسئله کشودن گیسو در غسلی که از حیض گرفته می شود اختلاف کردند. امام شافعی، مالک، ابو حنیفه میگویند که کشودن گیسو در حالت غسل کردن از حیض این واجب نیست بلکه مستحب است. اما امام احمد ابن حنبل و یک روایت از امام مالک هم هست میگن و حسن و طاووس و غیر از علمای دیگر، والله علم روایتی که از امام مالک اومده است درست نیست. امام مالک 100% میگن که مستحب است. پس مذهب امام احمد و حسن و طاووس میگن که کشودن گیسو و بافته ها در غسلی که از حیض گرفته می شود یا که غسلی که از نفاس گرفته می شود این واجب است. واجب است. به این حدیث هایی که پیش از گذشت. بارک الله فیکم. حدیث هایی که پیش از این به شما بیان کردیم از حدیث عایشه و غیره. و این دلالت میکند که قول راجح این است که زن وقتی که غسل برای جنابت میکند گیسو رو نمیکشاید و با بالای سرش اگر دستش رو تر کنه 2 مالت کافی است، 3 بار یا 2 بار.
اما در حالتی که غسل رو از حیض یا که نفاس میگیرد حتما باید گیسو رو کشاید و به سرش آب رو مالد و دلق کند که البته قول صحیح همین است. اما ما کمی پیشتر گفتیم که حضرت مادرمون عایشه رضی الله عنها به عبدالله ابن عمرو ابن العاص رد کردند. وقتی که عبدالله ابن عمرو ابن العاص به زنها گفتند که سرتون رو کشوید، رسول حضرت عایشه من کردند، رد کردند. ما میگیم حضرت عایشه در غسل جنابت رد کردند. حضرت عایشه هم میگفتند که در حالت غسل جنابت کردن برای زنها کشودن گیسو شرط نیست، اما در حالت غسل حیض یا که نفاس البته کشوده میشود. بارک الله فیکم. پس این بود مسئله دیگری که به غسل زنها تعلق دارد. پس سومین عملی که برای زن در غسل حیض یا که غسل نفاس کردنش ضرور است این است که در حالت غسل کردن و بعد از غسل باید یک قطعه مسک میگند، مشک میگیم، یک خوشبویی را به همون فرج خودش گذارد. بارک الله فیکم. پس ببینید غسل زن عیناً غسل مرد است. در جنابت گیسو رو نمیکشاید و بالای سرش مس میکشد، اما غسل زن از حیض و نفاس مثل همون غسل جنابت است، اما سه عملی زیادتی دارد. یکم باید صابون استفاده برد و فرج خود را تا توانستش از خون پاک کند، تا جایی که میتواند. بعد از این باید حتما مویهای خود را کشاید و تمام مویهایش را بشوید و آب را به زیر مویهایش رساند. این واجب است. قول راجح را مذهب احمد بن حنبل، طاووس و حسن را ذکر نمودیم خلاف بر جمهور علما. سوم عمل با اثر دم، یعنی اثر خون را پاک بکند و بعد از این یک قطعه، یک خوشبویی که هست امروز از مشک و یک دیگر خوشبویی را به پخته به چیزی بگیرد و به درون فرج خود بمالد، فرج خود را خوشبو بکند. بارک الله فیکم. انامین عملهای زیادتی است و البته این عملی فرض نیست، این مستحب است. کشودن موی این واجب است و پاک کردن فرج هم علما بعضشون واجب میگند و بعضی غیر گفتن، لیکن تو توانست واجب است. اما خوشبویی را به درون فرج مالیدن زن، به درون فرجش خوشبویی مالیدنش تا که از بوی بد حیض و نفاس دور شود، این مستحب است. یک قطعه از پخته یا یک لطه یا یک چیز دیگر را به خوشبویی داخل بکند و همین قطعه را به فرجش بعد از غسل گذارد. بعد از اینکه غسل را میکند، مثلا پخته را به مشک آمیخته میکند و به درون فرجش میگذارد و این چونین خوشبو میکند همه آن جایهای بدنی که به وی خون رسیده است. اگر خون رسیده باشد، چرا که اثر خون در بعضی حالت ها میماند، چرا که خون حیض به خصوص بوی بدی دارد و این ثابت است از حدیث مادرمون عایشه رضی الله عنها که پیشتر از حدیث صحیح به شما بیان کردیم. بارک الله فیکم. حتی اگر زن در حالت عزاداری باشد هم، مثلا شوهر زن وفات کرد، زن 4 ماه و 10 روز در حالت عزاداری است. در حالت عزاداری هم برای زن جایز است که برای پاک شدن از حیض بعد از پاک شدنش مستحب است که به فرج خودش یک قطعه پخته رو به مشک آمیخته کند و گذارد. ما عادتا میگیم که زنی که عزادار است استفاده بردن خوشبویی جایز نیست، اما بعد از غسل به فرجش گذاشتن جایز است. بارک الله فیکم. و البته این در مسئله زنی که شوهرش وفات کرده است حدیثی وجود دارد برای خوشبو کردن فرجش بعد از غسل حیض، از حدیث ام عطیه رضی الله عنها: ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذ اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من أذفار كثف الأذفار. این البته حدیثی صحیح است، امام بخاری روایت میکنه. یعنی در حالت عزاداری بودن هم زن میتواند که بعد از غسل حیض یک قطعه پخته رو بگیرد و خوشبو کند و به فرجش گذارد. بارک الله فیکم.
با این مسائل تمام نمود غسل زن بیان شد و تمام نمود غسل مرد کاملا بیان شد و بعد از این به مسائلی که تعلق به غسل دارد باز بیان میکنیم ان شاء الله. به مانند خوش کردن و پاک کردن اعضای بدنی که غسل شده است با مثلا خوشکن ما میگیم سچق، یا که دیگر مسائل بعد از غسل وضو کردن یا در درون غسل وضو شکستن و غیر مسائلی که ان شاء الله در حلقه آینده باز بیان میشود. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.